خوش اومدید به پارت دوم بار MDF داخل گرند تراک سیمولیتور 2. بزن بریم که شروع کنیم و بریم بارو تحویل بگیریم، بعد بریم و تحویل بدیم. خب بدون معطلی بزن بریم. خب من ویدیو رو کات میزنم تا بازی بیاد بالا. خب کم کم داره میاد بالا. زود باش. وقتی گیر کردیم داره میاد. خب ساعت 6 صبح. یه بنزین میاد داخل باک. الهی به امید تو و نه تو بیا برو دنده رو جا بزن. خب بریم اینو بندازیم بیرون. بار قبلی تو بیابون نبودیم، تو اینجا جاهای سرسبز نبودیم. مشکلم اینجاست که من خاطر یه سری کارها برای عوض کردن پروفایل و اینا بارو لغو کردم. به خاطر یه سری کارهای از کانالمون، از چنلمون، من کامیون عوض کردم، باره رفت. ولی خب اشکال نداره، ما مشکل نیست. خب ما پارت 2 اومدیم بذاریم برای شما عزیزان که امیدوارم از این ویدیو هم لذت ببرید. خب از آینه نگاه میکنیم، برخورد نکنیم، بچرخ، از جلو نخوریم، خیلی خوبه. نه دیگه پشت ردی بزن بریم. یا تا گفتم از جلو نخوریم، یه خورده مونده. خب راهنما هم میزنیم. بذار نگاه بندازم. تمام، بزن بریم. بابا بگاز بنازم. تریلر رو نگاه کن چه درازه. بزن بریم. میخورم اینجا رو. باز آینه رو نگاه بکنه. بذار عقب بگیرم از جلو چون میخورم. اوه حاجی کامیون بدبخت رو نگاه کن. راموزا آیزا اون کامیون اونجا نگاه کنید. جانه من بدبخت شد با خدا. بزن بریم آقا، اشکال نداره. از جلو خوردم نمیره. شرمندتم دیگه. تریلر طول جلو خورده بودم. نخورده. اسکانی هم بود. الان بوق زدیم. یارو شعور نداری بوق بزنیم.
برو کنار. مال گیر کرد. قبق حالا بیا. گازو چسبونده دیگه. بابا برو عقب. شون واقعا سنگینه ها، تریلر سنگینه دی. کامیونه نظر میدم دنده عقب گرفتم نمیکشی. اینجا گیر کرد و به عقب مرض داره کلن. بیا تا میای اون رو درست کنی این ور یکیش باشه. بابت لگایی که گوشی میخوره شرمندم، چون گوشی حالا یه خورده خرابه و اینا. درسم یه دفعه گرفتن دارم ویدیو میگیرم وسط دستام بپوی. دوربینو میندازیم داخل. خب دیگه حرکت آی لگایی که این داره. یا خدا نه داداش گفتم خورد. این نمیدونم خورد یعنی چند کیلومتر؟ 207 کیلومتر مونده تا مقصد. آقا برای اینکه ویدیو طولانی نشه من ویدیو رو کد میزنم برمیگردم پیشتون. فعلا خدافظ. کجا رفت؟ خب بچه ها به مقصد نزدیک شده. نزدیک که نه، به مقصد رسیدی. حالا برم من پارک بکنم خودش خاموشش میکنم. ایسا خاموش دستی. خب بارو زدن روشن کنی. دستی چی و دستی کشیده نکشیده. خب وای چقدر سنگینه. فکر کنم 23 تونی بود تا این حدا. به خدا اینقدر فشار میاد به کامیونه و به تریلرها و اصلا نگم برات. زمین الان پشت وضعیتشون خرابه. احمد نیستم ولی خب نگاه کن چه زوری میزنه ماشین. کامی چه زوری میزنه. خطری حالا برحال. آبا تو اینقدر فشار میاد میترسم وسط رو یه جا بمونی. به خودم پنچر بشه یه جا بمونی. شایدم کردمش سپورت. یه تو این پادکار رو جمع میکنم میکنمش سپورت. خوشی نگاه کن. گوش کنی به صدای داغونی ازشون خرابه. آجی سر بیچ که بپیچم این ماشین میره تو دره ها. خطریه. 100 کیلومتر دی. ما این 140
بذار سر این پیچه ببینم چطوره، ولی چپش بوده. ده خدا نقول نظر منفی ندم که یه دفعه چپ میکنه. برو کنار. میدونه. آروم 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 زدی به ماشین بعد. ساعت 6 اینجا نه، اینجا هنوز ساعت 2:30 3:30. بنزینمون خدا کنه برای 100 کیلومتر بس کنه. برو بابا، اون زد جلو، من نرفتم هنوز. آقا نه ایول دمش. بودو بابا بودو دیره بابا، بودو دیگه. میتره که یه جلوستی اما کنچه داغ کردن. اوه وضعیتشون بده. من باز بیشتر حواسم به عقبیه باشه. حالا مال کامیون مهم نیست دیگه، کامیون میره، اون پشت دیگه بیچاره میشم. دیدی تو آینه چطور پر کرد؟ وای پرتش کرد. آی گیره موندن. ریده شد به وضعیتمون. من تا اینو از اینجا در نیارم دست نمیکشم. من تا این در میارم خداحافظ.